وضع در ورخ اسفره پس از 2 روز پرتنش صبح 15 مارت ظاهرا آرام به نظر می رسد. در پی مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای 13 و 14 مارت 2 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از جمله 2 شهروند قرقیزستان مجروح شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقامات بلندپایه تاجیک از جمله عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان، رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی، رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی و دیگران عین حال در اسفره قرار دارند. قرار است که امروز به هدف پایان دادن این تنش میان مقامات تاجیکستان و قرقیزستان مذاکرات صورت بگیرد. شام گذشته رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت با گوبرناتور بودکند در دهه ورخ اسفره مذاکره داشت، اما به گفته منابع این گفت و شنید به نتیجه انجام یافته است. در حاشیه ملاقات رئیسان ولایت‌های سوخت و بودکند در دهه خواجه علای شهر اسفره همچنین رهبران مقامات پلیس، امنیت، رئیسان شهرهای اسفره و بودکند با هم ملاقات کردند. شعبه وزارت کارهای داخلی در اسفره میگوید موضوع اصلی این گفت و شنید قطع کردن ساختمان روی اقصای تمدق بود که آغاز بنیاد آن و مخالفت ساکنان دهکده تاجیکان ورخ به آن به سر زدن مناقشه باعث گردید. ولی ساکنان دهه اقصای تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر روز 14 مارت شوریده مرزبانان قرقیز روی ماشینگرد ورخ اسفره را دوباره بستند و رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت در ورخ درماند. رئیس ولایت سوخت دیرتر به شهر خوجند برگشت. همین طور گفت و شنید جانب‌های تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 مارت نتیجه به بار نآورد و ساکنان منطقه‌های مرزی محل‌های اقامت و راه‌های مرزی را به خاطر تأمین بی‌خطری خود بسته برای راه ندادن به ادامه مناقشه‌ها نوبت‌داری می‌کنند.